پابار شده دنبال یه فیلم جنگلی اکشن خفن باشین که برای بقا همشون دارن میجنگن. امروز اومدم یکی از اون فیلم‌ها رو بهتون معرفی کنم. خیلی خفن، از دستش ندید. سلام رفقا، چطورین؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز اومدم یه فیلم خیلی ماه بهتون معرفی کنم. آپوکالیپتو، سال ساخت 2006. آپوکالیپتو به معنی آخر زمان هستش و این فیلم توی جنگل‌های قاره آمریکای شمالی بازی شده. با کارگردانی میل گیبسن و نمره IMDb 7 و 8. اولیه فیلم یک قبیله رو داره معرفی میکنه به نام قبیله مایا که توی زمان سرخپوست توی آمریکای جنوبی و مکزیک بودن. توی این قبیله یک شخصیتی هست به نام جگوار که شخصیت اصلیه که با همسر و پسرش زندگی میکنن. توی این قبیله شکار میکنن، به همدیگه محبت میکنن و برای بقا میجنگن. توی همین هنگ که توی آرامش دارن زندگی میکنن، یک قبیله وحشی به این قبیله حمله میکنه و اونجا رو به آتیش میکشه و از طرفی بچه ها رو میکشه، زنها رو مورد تجاوز خیلی بدی قرار میدن و مردهاشون رو به اسارت میگیرن و به یک محل دیگه میبرن. توی همین حین که اینا حمله کردن، جگوار همسرش و پسرش رو به داخل یک چاهی میبره که اونها رو پنهون کنه، ولی جگوار رو اسیر میکنن و از اونجا میبرن. به یک منطقه میبرن که یک سری اتفاقاتی اونجا میفته. بریم یه سری سکانس ها رو با هم ببینیم. فیلم یه طوری هست که از اولش که استارتو میزنی تا آخرش اصلا از جا تکون نمیخوری و نمیتونی حتی پلک بزنی، انقدر که صحنه‌های پرهیجان و اکشن داره این فیلم. و منتظر که ببینید جگوار آیا به خانواده‌اش میرسه که نجاتشون بده یا نه. بخش پایانی فیلم اینطوریه که نمیخوام اسپویل کنم ها، ولی کلا میخوام یه تصویری از بخش پایانی بهتون بدم که کلا تصویر آمریکا رو قبل از اینکه کشف بشه داره نشون میده و اینکه یک سری تمدن‌ها وجود داشته و انسانیت بوده هنوز قبل اینکه کشف بشه آمریکا. کریستوفر کلمبو نشون میده که با یه سری کشتی دارن نزدیک اون جزیره میشن و فیلم در اونجا به پایان میرسه. امیدوارم که این فیلم رو تماشا کنید چون یکی از بهترین فیلم هاست و من که خودم به شخص خیلی دوستش دارم. اگه تماشا کردین تا به حال بیاین نظراتتون رو پایین برام کامنت کنید. سابسکرایب و لایک یادتون نره. فیلم بعدی چی بهتون معرفی کنم اونم بهم بگین. ممنون که تا اینجا با من همراه بودید.